توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم 100 گیگ حافظه رایگان، اونم حافظه ابری دریافت کنید. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. امیدوارم حالتون خوب باشه. من مجتبی احمدی هستم از چنل موجی ولف. امروز میخوام بهتون آموزش بدم 100 گیگ حافظه رایگان دریافت کنید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، این پست از این بالا لایک کن، کانال ما رو از این بالا سابسکرایب کن، زنگونه کنارش رو هم فعال کن و بهم قول بده که اگه ویدیو برات کاربردی بود 5 تا کامنت انگلیسی برام بذاری و نظرت راجع به این ویدیو توی کامنت ها بهم بگو. بزن بریم توی موبایل تا آموزش رو بهم. به اپلیکیشن دیگو نیاز داریم. برای دانلود این برنامه فروشگاه پلی خودمون رو باز میکنیم و عبارت دیگو رو سرچ میکنیم. اولین برنامه‌ای که برای ما بالا میاد دانلود و نصبش میکنیم. از بین 10 میلیون نصب نظر عالی 4.5 رو داره که حالا میتونید اطلاعاتش رو هم ببینید. دانلودش میکنید، نصبش میکنید، وارد برنامه میشید، سعی میکنید برنامه بالا بیاد. اینجا باید با اکانت های گوگلتون وارد این برنامه بشید. اینجا روی ساین این ویت گوگل میزنید، ثبت میکنید تا اکانت های گوگلتون بالا بیاد. به این دلیل میگم با ایمیل وارد بشید، برای اینکه اگه این برنامه پاک شد عکس ها یا فیلم هایی که توی این برنامه داشتید رو بتونید با ایمیلتون برگردونید. اینجا یکی از ایمیلاتون رو انتخاب میکنید و ثبت میکنید تا اوکی بشه، تایید بشه. خب حالا اینجا پرش رو میزنید، بهتون یه خوش آمد میگه. حالا اینجا وارد همچین صفحه میشید که 4 تا گزینه برای شما نشون داده میشه. اول فوتو، ویدیو، داکیومنت، موزیک. عکساتون، ویدیوهاتون، فایل هاتون و موزیکاتون، هر کدوم اینا رو که فعال بکنید، اگه اینجا دسترسی رو بهش بدید میره توی گالریتون. حالا من دسترسی رو بهش بدم، وارد فایل هام شد تا هر فایلی رو که خواستم بتونم وارد این برنامه کنم. الان روی دوربین من هست، تیکشو برمی‌دارم. اگه دوربین من رو اوکی کنم و ثبت بکنم، همه عکسایی که با دوربینم گرفتم وارد این برنامه میشه و اگه خواستید عکساتون رو داخل این برنامه ببینید، اینجا میاید توی گالری و اینجا عکس هر چیز دیگه ای داشته باشید رو میتونید ببینید. این قسمت هم که ما کاریش نداریم، میتونید برنامه‌تون رو قفل بکنید و از اینجا هم، از این گوشه هم میتونید عکساتون رو وارد این برنامه بکنید. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودی. اگه ویدیو رو برات مفید بود 5 تا کامنت انگلیسی برام بذار، یا هر سوالی داشتی توی نظرات همین ویدیو ازم بپرس. خدا نگهدار.